امروز میخوایم بریم سراغ یکی از دراماتیک ترین لحظات تاریخ معاصر، یعنی عملیات دستگیری صدام حسین. یه داستان تعقیب و گریز جهانی که آخرش همه رو غافلگیر کرد. 9 ماه بعد از سقوط بغداد، شکار بزرگترین فرد تحت تعقیب دنیا شروع شد. وسط اون همه هرج و مرج جنگ، یه نفر انگار آب شده بود رفته بود تو زمین و پیدا کردنش تبدیل شده بود به یه دغدغه جهانی. خب، اینجا بود که با غیب شدن صدام حسین بعد از حمله سال 2003 یکی از بزرگترین عملیات‌های تعقیب و گریز تاریخ مدرن استارت خورد. سوال اصلی این بود چطوری قدرتمندترین مرد عراق یهو تبدیل به یه شبح شد. ببینید، همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. مارس 2003 حمله به رهبری آمریکا شروع میشه. فقط یه ماه بعد آوریل بغداد سقوط میکنه. و دقیقاً همینجا تو همین لحظه حساس صدام حسین غیبش میزنه. حاکم مطلق عراق حالا یه فراری بود. نه، این یه جستجوی معمولی نبود اصلا. صدام حسین شد هدف فوق‌العاده با ارزش شماره 1 ارتش آمریکا. فکرشو بکنید. یعنی کل توان اطلاعاتی، تکنولوژیکی و نظامی دنیا فقط برای پیدا کردن یه نفر بسیط شده بود. خب، این تعقیب و گریز بزرگ بالاخره یه اسم و رسم پیدا کرد. یه اسم رمز نظامی، عملیات سپیددم سرخ. عملیات سپیددم سرخ. این اسم رمز رسمی ارتش آمریکا بود برای مأموریتی که فقط یه هدف داشت، یا دستگیری صدام حسین یا کشتنش. یعنی هیچ راه سومی وجود نداشت. دیکتاتور سابق باید پیدا میشد به هر قیمتی. استراتژیشون هم خیلی هوشمندانه بود. میدونید، به جای اینکه مستقیم دنبال خود صدام بگردن، اومدن سراغ حلقه نزدیکانش، خانواده و محافظهاش. با هر بازجویی پازل کاملتر میشد و اطلاعات دقیقتر، تا اینکه همه سرنخ‌ها به یه جای خاص رسید. یه مزرعه نزدیک شهر تکریت، یعنی زادگاه خود صدام. و اینجاست که داستان به نقطه اوجش میرسه، جایی که اسمش برای همیشه به دستگیری صدام گره خورد. چاله عنکبوت. 13 دسامبر 2003 نصف شب نیروهای آمریکایی به اون مزرعه حمله میکنن. تصور کنید ماها تعقیب و گریز، هزاران ساعت کار اطلاعاتی، همه به همین یک شب و همین یک نقطه ختم میشد. و تضاد واقعاً نفسگیر بود. از یک طرف صدام حاکم رو داشتیم، مردی که تو کاخهای پرزرق و برق زندگی میکرد، فرمانده ارتش بود. از طرف دیگه صدام اسیر که توی چاله تنگ و تاریک زیرزمینی با ظاهر آشفته و گیج پیدا شد. واقعاً تصویر یه سقوط تمام عیار بود. باور کردنی نبود. اولین کلماتی که بعد از دستگیری گفت خودش یه داستانه. گفت من صدام حسین رئیس جمهور عراق هستم و میخوام مذاکره کنم. فکرشو بکنید، حتی تو اون لحظه توی اون چاله هنوز فکر میکرد رئیس جمهوره و میتونه مذاکره کنه. انگار هنوز باورش نشده بود که بازی تموم شده. و نکته جالب اینجاست، با وجود همه پیشبینی‌ها اون بدون هیچ مقاومت جدی تسلیم شد. یعنی آخر این تعقیب و گریز بزرگ جهانی خیلی آرومتر از چیزی بود که همه فکر می‌کردن. خب، دستگیری صدام مثل بمب تو کل دنیا صدا کرد. یه موج شوک واقعی. ولی مردم دنیا برای اینکه این خبر رو باور کنن به مدرک احتیاج داشتن. و مدرک هم رسید. اولین تصویری که دنیا از دیکتاتور دستگیر شده دید، یه ویدیوی خیلی عجیب از معاینه پزشکیش بود. یه صحنه سورئال که توش دکترها داشتن دهان و موهاش رو چک می‌کردن. این تصویر شد سند قطعی دستگیریش برای همه مردم دنیا. واکنش‌ها تو دنیا خیلی متفاوت بود. یه جورایی ترکیبی از هیجان و شک. مثلا تو خیابونای عراق خیلیا ریختن بیرون و جشن گرفتن. رهبران ائتلاف هم گفتن این یه پیروزی بزرگه. ولی خب جاهای دیگه دنیا خیلیا با شک و نگرانی به ماجرا نگاه می‌کردن. اما تقریباً همه یه امید مشترک داشتن، اینکه شاید با دستگیری صدام خشونت‌ها کمتر بشه. ولی خب وقتی اون هیجان اولیه خوابید، یه سوال خیلی بزرگ و بی‌پاسخ روی میز موند. واقعاً نتیجه این دستگیری چی بود؟ اون موقع همه دستگیری صدام رو یه پیروزی قاطع می‌دیدن. خیلی‌ها اینجوری فکر می‌کردن که این اتفاق یه نقطه عطف تو جنگ عراقه.
و از اینجا به بعد همه چیز به سمت ثبات و آرامی پیش میره. و اینجاست که میرسیم به اون سوال اصلی که هنوز جای بحث داره. آیا دستگیری صدام حسین واقعاً تونست برای عراق صلح بیاره؟ این سوالیه که انگار تاریخ هنوز داره سعی میکنه بهش جواب بده. و خب من شما رو با همین سوال تنها میذارم تا بهش فکر کنید.